تو اسپیس امروز بتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم. جناب مرسلپور در خدمت شما هستم. والا خواهش میکنم، من این انتقاد به خودم بکنم، باید موضوع اسپیس شما رو چون از قبل هم اطلاع رسانی میکنیم روش فوکوس میکنم، ولی متاسفانه این کار رو نکردم. یعنی حداقل باید دیشب این کار رو میکنم یا طی امروز که یک کم به اصطلاح با یه جنبندی ذهنی میمدم، ولی حالا به قول معروف بلند بلند فکر میکنیم. ببینید در کلیت صحبتی که شما میکنید درسته. یکی این که نگاه کنیم چه کسانی چه در تاریخ ایران چه در تاریخ منطقه عامل هرج و مرج و ناامنی بودن. خود جمهوری اسلامی 57 بودن که به هر حال میرفتن فلسطین آموزش میدیدن میمدن، در همین که به درستی گفتید. و در حتی خود شورش 57 ارتش خب به مردم پیوست. حالا کار به دلایلش نداریم یا هرچی هست اعلام بی‌طرفی کرد. میخوان اینجا نقش نیروی نظامی و اون نیروی که امنیت رو میده ببینیم. و گله خیلی از این گروه های 57 مغلوب به طور خاص، حالا من چون سر فرقه رجوی شناختی بیشتری دارم به خاطر پیشینم، اینه که چرا ارتش رو به طور کامل خلع سلاح نکردن، که اگر میدونیم اگر این اتفاق میافتاد بحث جنگ 8 ساله به طور کامل فرق میکرد و اگر ارتش بود که تونست به هر حال نگه داره. و مثلا مقایسه کردن با شرایط کشورهای منطقه، چه بدونم سوریه، عراق، اینا همه پس از به هر حال این داستانایی که توش پیش اومد، عراق بعد از سقوط صدام، سوریه سر داستان بشار اسد و بهار عربی و سایر کشورهای منطقه حتی افغانستان، اگه نگاه کنیم تو این کشورها اولا مردمش یک پارچه نیستن، یعنی بافتای قومیتی و مذهبی توش خیلی پررنگه، برخلاف ایران که جمهوری اسلامی این تلاش رو میکنه ولی مردم ما این گونه نیستن. داریم میبینیم از کرد و بلوچ و ترک و لر و عربش همه در ایرانی بودنشون، در نوع دوستی همبستگی با سایر شهروندان یکی هن، کما اینکه در هر اتفاق و فاجعه ملی که رخ میدم این رو میبینیم. اما خب جمهوری اسلامی میخواد همواره اینو به عنوان یک بختک استفاده کنه که بترسونم. شما به درستی گفتین که شهریار ایران زمینم این رو گفتن و علاوه بر این که خود این برنامه دوران گذار اصلا بارها و بارها تو این یک سال مخصوصا پیام‌هایی که حتی رو به دنیا دادن شهریار ایران زمین، کل صحبت اینه که هرج و مرج پیش نیاد بعدش. باید وقتی اینا رو میگیم اونورش خب میگیم چه اطمینان خاطری وجود داره. یکی این که خود این بحث ریزش و همکاری ملی که میدونیم کفش الان 50,000 نفره ولی آمارای واقعیش خیلی بالاتره، چون بعدش دیگه اطلاع رسانی نشد چندان. حالا بنا به تشخیصی که دادن حتما هم تشخیص درستیه، ولی تا 100,000 نفر خود من شنیدم. خب این نیرو در فردای یعنی در همین که سقوط شکل گرفته اون این نیرو خودش کمک میکنه به نظم. یا همین بحثی گفتم الان امشب تازه در سایت ایران رو پس میگیریم و از اکانت اطلاع رسانی شاهزاده اطلاع رسانی شده، همین نحوه ساخت گروه‌های کوچک که به اسم گارد جاویدان هم گذاشته شده و خود ایشون و تیمش به نوعی قدم جلو گذاشتن. خب این سازماندهی‌ها برای اون دوران گذار هم تعیین کننده است در بحث به اصطلاح امنیت و اینکه جلوگیری بشه از هرج و مرج. یه نکته دیگه هم که وجود داره اگر دقت کنیم، خب میگه مثلا خود این عوامل جمهوری اسلامی مثل این سپاه شقن و اینا از کجا فردا چیز نکنن. باید بدونیم برخلاف 57 اینا باید پشت سرشون یک اسپانسری باشه، یعنی کسی باشه اینا رو حمایت کنه و منافعی داشته باشن، در حالی که اینطوری نیست. اینا این بار مطرودن، رانده شدن. یا در مورد همون به حساب گروه های کردی هم که توی صحبت شما بود، از همین الان به نوعی خلع سلاح شدن و پایگاه اجتماعی ندارن
طبیعتا در هر تغییری خب یه سری مسائل پیش میاد، ولی من در کلیت با صحبت شما موافقم که با این برنامه‌ای که چیده شده و منظورم همین برنامه پروژه شکوفایی و برنامه دوران گذار، پیش بینیایی که شده خیلی کمتر از اون چیزیه که میخوان در اذهان بزرگش کنن اگر به حساب هرج و مرجی هم پیش بیاد. و در این زمینه مردم ما ایران به نظر من متفاوتن با مردم حتی کشورهای منطقه، چه عراق چه افغانستان. همین حالا هم نشون دادن در خیزش‌ها هیچ موقع مردم ما نرفتن به سمت غاره تو اینها. و فکر میکنم وقتی که ما یک راهبر ملی داریم در سطح رضاشاه دوم شاهزاده، دیگه این تهدید رو، این خطر رو به طور بالفعل نداشته باشیم در مقایسه با کشورهای منطقه، خیلی ناچیز خواهد بود. و هرچی هم در این زمینه از همین حالا بحث کنیم خب قطعا آمادگی جامعه بیشتر خواهد بود و جلوگیری میشه ازش. سپاسگزارم.